حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتاب مناقب فرمودند که مقام احدهم مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ساعتا واحده خیر من عمل احدنا جمیع عمره. یک لحظه حضرت امام گفتند یک لحظه صحابه های پیغمبر همراهی پیغمبر هم نفس شدنشان از عمر ما و از اون عملهایی که در یک عمر طولانی ما اجرا میکنیم بزرگتره. حالا که حضرت امام بعد 80 سال 70 سال وفات پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دنیا آمدند، حتی حضرت انس را دیدند، یعنی شخصیتی که تابعین هستند، صحابه های پیغمبر دیدند، شخصیت های را دیدند که چشمان آنها چشمان مبارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دیده بودند. در همان مقام گفتند که یک لحظه همراهی پیغمبر هم نفس بودن آنها فضیلت و اون قدری که در همراهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشستند از یک عمره عبادت ما در پیشگاه پروردگار بود.